سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. تو این ویدیو مستر بیست قراره به 2000 نفر از افرادی که دچار قطع عضو شدن کمک کنه که دوباره بتونن راه برن، که خیلی کار ارزشمندیه و زندگی یه عالم آدمو تغییر میده. بریم با هم این ویدیو زیبا رو با دوبله فارسی ببینیم. ما قراره به 2000 نفر کمک کنیم دوباره راه برن. این ویدیو با تمام ویدیوهایی که تا حالا ساختیم فرق داره. راه رفتن چیزیه که اکثر ماها واقعا قدرشو نمیدونیم، ولی میلیون ها نفر توی دنیا هستن که از این نعمت بی بهرن. تو این ویدیو قراره شرایط زندگی واسه 2000 نفر بهبود پیدا کنه. سال 2020 یه تصادف داشتم و هر دو مچ پام خرد شدن. اولین بار که مریض شد فکر نمی‌کردن حتی یه سالم جوون بیاره. 17 سالم که بود یه تصادف شدید کردم و پاهامو از دست دادم. برای شروع اول می‌خوایم به استفانی کمک کنیم. سلام. حالت چطوره؟ عالیه. خیلی استرس دارم. دقیقاً چقدر وقتی که نتونستی رو پای خودت بیستی؟ از سال 2009 دیگه نتونستم راه برم. یعنی تقریباً 15 ساله که نتونستی راه بری. آره. وای. خب امروز قراره اوضاع تغییر کنه. این پای جدید خدمت شما. وای ممنونم. نظرت چیه؟ وای خدا خیلی دوستش دارم. حاضری امتحانش کنیم؟ معلومه. خب فقط بذار بزنمش جا. خیلی خوب. نظرت چیه؟ خیلی حس خوبی حالا داره. آروم بلند شو. وای. واسه اولین بار تو 15 سال گذشته استفانی واقعا داره راه میره. دقیقاً اندازمه. پدرمه. عزیزم. از اینکه میبینی دخترت دوباره داره راه میره خوشحالی؟ خیلی خوشحالم. از صمیم قلب خوشحالم که از این به بعد هر کاری بخواد میتونه بکنه. از زندون تنش آزاد شد. حالا دیگه میتونی تو چشمای همدیگه نگاه کنی. میتونیم برقصیم. و دقیقاً همین کارو هم کردن. این که تونستیم به استفانی خانوادش کمک کنیم حس خیلی خوبی داشت. بنابراین این کارو واسه کالین هم کردیم. الان 7 ماهه که اون نتونسته راه بره. فکر کنم حاضرم. باشه بریم تو کارش. وای خدا جون عالیه. ما به دیوید، آدریان، لیندا و گریم کمک کردیم. اما اگه راستشو بخواین این کار بدون کمک این دوستامون غیر ممکن بود. ما واسه مردم اندام‌های جایگزین میسازیم. میشه بگی قیمت پروتزایی مثل این حدوداً چقدره؟ خب یه چیزی بین 5 تا 50,000 دلار. بیشتر افرادی که تو این ویدیو بودن یا بیمه نداشتن یا شرکت بیمه اعضای مصنوعی رو پوشش نمیدن. واقعاً مبلغ زیادی. 50,000 دلار الان میشه یه چیزی حدود 4 میلیارد تومان که واقعاً زیاده. البته فکر کنم بستگی به مکانیزمش داره. مثلا اگه بنده خدا از زانو به پایین قطع عضو شده باشه، اون چیزی که قراره براش بسازن خیلی ساده تره. ولی خب مثلا اگه بخوان زانو رو هم واسه شبیه سازی کنن مسلما گرونتر میشه. ولی بازم 50,000 دلار پول خیلی زیادیه. درک نمیکنم چرا واقعا. افرادی که تو این ویدیو بودن یا بیمه نداشتن یا شرکت بیمه اعضای مصنوعی رو پوشش نمیدن، که یعنی احتمالاً اگه ما دست به کار نمیشدیم اونا هیچ وقت تو عمرشون نمیتونستن راه برن. خب اگه بیمه پوشش نده باید چیکار کنن؟ یا باید به خیریه ها درخواست بدن یا دعا کنن یه نفر مثل شما از راه برسه. 10 سال طول میکشید. یعنی اگه خودت میخواستی اینو بخری 10 سال طول میکشید؟ آره. یعنی چی آخه چندلر؟ این شرایط اصلا عادلانه نیست. واسه همین ما به شما 10,000 دلار تقدیم میکنیم. چی؟ امروز از اون روز است که هیچ وقت فراموش نمیکنم. باعث افتخاره. با یه پا اومدی اینجا، حالا داری با 2 تا پا و یه چمدون پر از پول میری خونتون. پیر شی جوان. باورتون نمیشه چقدر کیف میده. خیلی واقعیه، انگار پای خودمه. حالا دیگه میتونی راه بری و نگران پولش هم نباشی. زندگی آدم تغییر میکنه. روی پای خودمم واقعا ممنونم. با تماشای این افراد ما فهمیدیم که اگه توانایی راه رفتن رو از دست بدی، توانایی انجام کارهای کوچیک روزانه رو هم از دست میدی. گرگ بهمون میگه که انجام هر کاری 2 برابر سخت‌تر میشه. من همیشه با خانواده‌ام تنیس بازی میکردم، ولی الان فقط دعا میکنم بتونم رو پام وایسم. خب بریم پای جدیدتو امتحان کنیم. وای مستقیم رفت تو کارش. پای جدیدت اندازته خوبیه که دوباره رو پای خودمم. وای چه حسی داری؟ بعد از مدت ها از ته دلم خوشحالم. برای کسی که دچار قطع عضو شده کارای ساده روزانه هم میتونن دشوار باشن. اما تراویس یه مراسم در پیش رو داره که اصلا نمیشه نشسته انجامش داد. دخترم از 3-4 سالگی آرزو داشت که عروس بشه. همیشه آرزون بود که بابا منو تو روز عروسیم همراهی بکنه. میشه لطفاً یه خورده از خودت برامون بگی؟ آره البته، من جوونیام تقریبا هر روز هفته رو میدویدم.
ولی تو 17 سالگی تصادف ناجور کردم و دچار عفونت استخون شدم و پاهم از دست الان چقدر وقتی که نتونستی عادی راه بری؟ راستش دیگه اصلا نمیدونم عادی یعنی چی. دوست دارید دوباره راه رفتنشو ببینید؟ آره خیلی هیجان داری. این از پای راستت و اینم پای چپت. خیلی عالیه. برو آفرین. اولین قدم. آماده یه برداشتنش هستی؟ آره. وای، از بعضیه که یه پا داشتنم بهتر راه میره. یه جوری میری انگار خیلی آسونه. میخوام دوباره دویدن رو شروع کنم. دیدن راه رفتنش چه حسی داره؟ معرکه حس نداره. خیلی خوشحالم. دستولی بابا باریکلا. حالا دیگه میتونی تو عروسی همراهیش کنی. آره. اول همراهیش میکنم بعدش باهاش میرقصم. ما میدونیم که این مراسم عروسی چقدر براتون مهمه. واسه همین از همسر آیندت پرسیدیم که هزینه یه مراسم چقدر میشه. روی این ویلچر دقیقاً همونقدر پوله. ما کل هزینه‌های مراسمتون رو پوشش میدیم. تازه بابات هم دیگه میتونه همراهیت کنه. مرسی که بهش نگفتی. خیلی ممنون از محبتت. ممنون. میگم خودمونیم، حالا ما هم دعوتیم. البته. از شکلاتاتم ورده بیار. قبول آقا. شوخی هم نمی کردیم. در ادامه این ویدیو ما واقعا رفتیم به عروسی دختر تراویس. با اینکه همینجوریش هم مبلغ $50,000 پول خیلی زیادیه. آره دقیقاً ساخت همچین قسمتیه که گرون در میاد. یعنی طرف اگه از رون به پایین رو نرشته باشه مجبور همچین چیزی بگیره و با توجه به مواد و تکنولوژیش گرونتر در میاد. با اینکه همینجوریش هم مبلغ $50,000 پول خیلی زیادیه، این مبلغ توی بعضی از کشورهای توسعه نیافته حتی سنگین تره. واسه همین رفتیم به گواتمالا پیش دیوید که یه شرکت رو پایه‌گذاری کرده تا مشکل تهیه اندامهای مصنوعی برای افراد بی‌بضاعت رو برطرف کنه. افراد بی‌بضاعت فقط میتونن اندامایی تهیه کنن که با تکنولوژی ضعیف‌تر ساخته شدن. چرا این اندام‌ها اینقدر گرونه؟ چون تکنولوژیشون خیلی گرونه. اما دیوید راهی پیدا کرده که با 1/10 اون هزینه پروتزای با کیفیتی تولید کنه. همه ی چیزایی که اینجا می‌بینی کالاهایی هستن که از قطعات قابل بازیافت ساخته شدن. پس هر چیزی که تو این اتاق هست از پروتزای بازیافتیه. خیلیاشون هنوز سالمن. اگه شما هم پروتزی دارید که نمیخوایدش رو میخواین اهدا کنید، میتونید برید تو سایتی که اینجاست. اینجوری اون میتونه اندام‌های مصنوعی با قیمت پایین‌تر واسه افراد بی‌بضاعت درست کنه. و اینجوری ما هم میتونیم به افراد بیشتری کمک کنیم که تو گواتمالا بتونن دوباره رو پای خودشون وایسن. تجربه دوباره سوار موتورسیکلت شدن، یه جوری راه میری انگار پای خودته. فوتبال بازی کردن، وای تا لذت‌های ساده تر زندگی. ماشاءالله شما خیلی به هم میاد. اولین کاری که میکنم قدم زدن با خانوادمه. شما دوباره بهم زندگی دادین، ازتون ممنونم. مامانت هم قد بلندتریه، این که بتونیم مامانتو بغل کنیم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ همه با هم اولین قدممون رو برمی‌داریم. دیدن یه بچه که استقلالش رو به دست آورده. تو هر سنی که باشی داشتن یه اندام جدید میتونه خیلی با ارزش باشه. در نهایت با اینکه به آدمای زیادی کمک کرده بودیم ولی مأموریتمون تازه شروع شده بود. پس داری میگی بعضیا حتی نمیتونن خودشونو به اینجا برسونن؟ اینجا یه کشور کوهستانیه، رفت آمد خیلی سخته. آدما باید از وسط جنگل یا از تو رودخونه ها رد بشن و اونایی که نمیتونن راه برن رسما تو خونهشون زندانی میشن. برای همین بعضی وقتا دیوید برای ویزیت بیماراش کلینیکو ترک. بچه‌ها این بنده خدا دیوید خودش هم نقص عضو مسکه. یکی از پاهاش پروتزه، یعنی از این پا مصنوعیاست. پس خودش هم اینجوری بوده که الان داره واسه بقیه هم این کارو میکنه. دمش گرم. یه همین بعضی وقتا دیوید برای ویزیت بیماراش کلینیکو ترک میکنه و به خونه هاشون میره که این کارم سختیای خودشو داره. پس ماشینت کو؟ ما ماشینی نداریم. نه آخه نه نداریم. یعنی واسه رفتن به مناطق دور افتاده ماشین نداری؟ نه. با هزینه های زیادی که ساخت اندام های مصنوعی برای شرکت دیوید داره دیگه نمیتونن برای رسیدن به بیمارای دور از دسترس خیلی هزینه کنن. البته اوضاع قراره تغییر کنه. من فکر کردم این ماشین شماست. اگه نیست پس چرا اسم شرکت شما رو روش نوشته؟ با کارمنده هماهنگ کردیم که بهش نگن. این ماشین جدید $65,000 جوری طراحی شده که میتونه از سخت‌ترین مسیرها هم عبور کنه. خیلی ایول داری بابا. میگم داداش. بریم با تحویل این پایه مصنوعی افتتاح کنیم. هرچی بیشتر از خیابونای شلوغ گواتمالا دور می شدیم بیشتر میفهمیدم منظور دیوید از مکانهای صعب العبور چیه. چون داشتیم میرفتیم سمت خونه‌ای که وسط جنگل و درست کنار یک کوه آتش فشان بود. حالا میفهمم چرا این وانت انقدر با ارزشه. ای وای، واقعا نمیشه با یه ماشین معمولی تو این جاده رانندگی کرد.
خب بالاخره رسیدیم. سفرمون به سمت کوه آتشفشان ما رو به کوین رسوند. حالا 24 سال پیش کوین توی حادثه هر دو پاشو از دست داد و دچار سوختگی شدید شد. تو داری کنار آتشفشان زندگی میکنی، چطوری اینور اونور میری؟ به نظر خیلی سوار و بور میاد. آره واقعا هست. براش کار سختیه. یه نفر همیشه باید ویلچرش هول بده. و این سختی قراره امروز تموم بشه. متشکرم. قراره اولین قدم تو برداری. حالا دیگه میتونه کنار آتشفشان قدم بزنه. مامانش بیا اینجا. عزیزه دلم، دوست دارم. مبارکت باشه. ما واقعا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم و خدا رو شکر میکنم که آدمایی مثل شما رو سر راهمون قرار داد. کوین 71مین نفری بود که بهش کمک کردیم. من و دیوید از فرصت استفاده کردیم تا به آدمای بیشتری در اکوادور کمک کنیم. مثل کلی که 6 روز طول کشید تا با اتوبوس خودش رو از بولیوی به اینجا برسونه. اونم در حالی که مطمئن نبود حتی بهش پروتز برسه. خیلی دو دل بودم چون تا حالا کشورم رو ترک نکرده بودم، ولی تصمیم گرفتم ریسک کنم. دقیقاً واسه همین ما داریم این ویدیو رو میسازیم. خیلی خوب، 2 سالی میشه که اون نتونسته راه بره. لحظه بزرگیه. حاضری اولین قدم تو برداری؟ خیلی خوشحالم. کلی اینقدر واسه راه رفتنش ذوق داشت که پرسید میتونم برقصم؟ خواهی برقصی؟ آره، فقط میشه تو هم همراهیم کنی؟ من باهات برقصم؟ آره. باشه، فقط خیلی بلد نیستم. باورتون میشه اولین باره که بعد از 2 سال داره راه میره بچه رو کرده به رقصیدن. انگار پای واقعیه. و با اینکه من واقعا بلد نیستم برقصم، ولی دیدن این خانواده که دوباره مثل قدیما میتونستن با هم باشن برام یه دنیا ارزش داشت. شما یه فرشته. و با دیدن واکنش ادواردو نسبت به پای جدیدش نزدیک بود اشکم در بیاد. خیلی پای جدیدشو بوس کرد. اون چندین ماهی که نتونسته راه بره که خیلی ناراحت کننده است. اون فقط 5 سالشه. ادواردو هر وقت حاضر بودی شروع کن. مامانش میگفت مجبور بود خودش رو زمین بکشه و از اینکه پا نداشت خجالت میکشید. بنابراین الان دیدن ورجه ورجه کردنش واقعا فوق‌العاده است. خدمت شما. میخوای امتحانش کنی؟ دیدن دوباره راه رفتن دختر چه حسی داره؟ انقدر خوشحالم از این اتفاق که نمیدونم چی بگم. نگاش کن تو رو خدا، انگار یه سال راه نرفته. واقعا دیدن این صحنه ها خیلی لذت بخشه. حالا حالتون چطوره؟ وای خدای جونم. سلام. سلام. چطوری؟ این از فت که طرفدارش بودی، ولی سورپرایز اصلی این پای جدیدته که اینجاست. مال خودته 100% رایگان. این پسر فدو من رفتم سرچ کردم، مثل این که یوتیوبره و مستر بیست هم واسه دختر پای جدید آورده و هم یوتیوبر مورد علاقه شد. یعنی مستر بیست یوتیوبر مورد علاقه نیست، مستر بیست یوتیوبر مورد علاقه همه است. ولی سورپرایز اصلی این پای جدیدته که اینجاست. مال خودته 100% رایگان. نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم، اما واقعا خوششانسم. خب دوباره راه رفتن چه حسی برات داره؟ نمیتونم بگم چقدر خوشحالم. ما به 50 فرد دارای نقص عضو تو اکوادور کمک کرد و بعد از اون دیوید گفت که یه سنت مورد علاقه داره که باید انجامش بدیم. ما همه رو برای کوهنوردی به سمت اون کوه میبریم. حالا میخوان با پاهای جدیدشون از این کوه بالا برن. اگه بتونن از این کوه بالا برن از پس کارای روزمره هم برمیان. این یه حرکت نمادینه. خب وقتشه سفر رو شروع کنیم. خیلی خوب. خودمونیم کار سختیه. این آدما قبلا حتی نمیتونستن راه برن ولی حالا دارن از این کوه بالا میرن. انگار واقعا دوست داری این آدما رو به چالش بکشی. اگه با وجود معلولیت بتونی خودتو به نوک کوه برسونی، اون وقت دیگه حس میکنی کار نیست که از پسش بر نیای. و دقیقاً همینطور. واقعا جاه طلبی و استقامتی که این آدما از خودشون نشون دادن بیشتر از هر چیزی بود که تو عمرم دیده بودم. معنای این سفرم همینه، اینکه حاضر نشی تسلیم شی. واقعیتش اول نمیفهمیدم چرا دیوید اصرار داره از کوه بالا بریم. اون میخواست بهشون نشون بده اگه میتونن از این کوه بالا برن، با پاهای جدیدشون میتونن هر کاری بکنن. تونستیم به قله کوه برسیم. ماشاءالله دختر. وقتی تا اینجا اومدید یعنی هر کاری میتونید انجام بدید. بهتون افتخار میکنم. بچه‌هایمون هم این منظره چشم نوازه. حالا قراره بریم به کنیا، جایی که یه سری از بچه‌ها پاهاشون سر جاشونه ولی بدون یه عمل گرون قیمت نمیتونن ازشون استفاده کنن و ما هزینه این عمل رو به عهده گرفتیم. آفرین. قبل از عمل یه سری از بچه‌ها تا حالا تو عمرشون راه نرفته بودن. حالا نگاهشون کنید. وقتی میخواستم راه برم همش میترسیدم یه وقت بخورم زمین. همیشه بقیه دانش آموزا به هم میخندیدن. واسه همین بعضی وقتا حتی مدرسه هم نمیرم. برداشتن اولین قدمات چه حسی داره؟ خیلی خوشحالم که حالا میتونم مثل بقیه آدما راه برم.
علاوه بر تامین هزینه این عملای گرون قیمت، ما برای بچه‌های اینجا یه اتاق بازی جدیدم راه انداختیم.